شیرینی نگین، روغن قنادی 100 گرم، روغن جامد 100 گرم، آرد سفید 300 گرم، آرد برنج 100 گرم، پودر شکر 100 گرم. برای تزیین مغز گردو، شکلات تخته‌ای قهوه‌ای و سفید و پودر پسته. شیرینی نگین یک شیرینی خیلی مقرون به صرفه هست و ترد و خوشمزه. مثل بقیه شیرینی‌ها نصفش رو از روغن قنادی استفاده کردم، نصف رو هم روغن جامد. دو تا روغن رو با هم مخلوط می‌کنیم. پودر شکر رو اضافه می‌کنم. آرد سفید داریم و آرد برنج. 2 تا آرد رو اضافه می‌کنیم. این شیرینی از اون دسته شیرینی هست که شما میتونید با هر کاتر و قالبی اونو قالب بزنید برای روی کارتون از شکلات یا مغزیجات و یا هر کاری که بسته به سلیقه خودتون هست استفاده بکنید. طرح و مدل های مختلف بدین. تزیینی که من امروز در نظر گرفتم برای این شیرینی با 2 تا کاتر گرد و ستاره کار میکنم و آخر سر با استفاده از مغز گردو و شکلات تزیینش میکنم. خمیر رو ورز میدیم تا نرم و یک خمیرمون آماده است برای قالب زدن. سطح کار رو آرت‌پاشی میکنیم. خمیر یک مقدار نازک‌تر پهن می‌کنیم به خاطر اینکه قراره بعد از پخت 2 تا قالب روی هم گذاشته بشه. البته عرض کردم خدمتتون تزیینی که من اینجا براش در نظر گرفتم یک تزیین سلیقه‌ای هست. شما با هر کاتری و با هر نوع تزیینی با استفاده از شکلات، مرنگ و یا تزیین دیگه میتونید از این خمیر استفاده کنید. به تعداد برابر از کاتر گرد و ستاره قالب میزنیم. به این شکل. شیرینی آماده است. داخل فرم میذاریم بپزه. بعد از پخت مراحل تزیین رو انجام میدیم. شیرینی پخته شده، از فرم در اومده. همونطور که گفتم به تعداد از کاتر گرد و ستاره زده بودیم. قسمت های پایه رو میچینیم. ستاره ها رو داخل شکلاتی که روی بخار کتری به روش بنمایی باز کردیم با یک مقدار روغن مایع رقیقش کردیم میندازیم و روی قسمت گرد میذاریم. بعد یه نصف گرد روش میذاریم.
به همین ترتیب این کار رو بقیه شیرینی انجام میدیم. بشه روی قسمت دایره میذاریم و یک نصف گردو روی شیرینی. شکلات سفید رو باز کردم، داخل قیف ریختم روی شیرینی به این شکل. روی شکلات یک مقدار پودر پسته می‌ریزیم و بقیه شیرینی رو هم به همین ترتیب تزیین می‌کنیم. آسیاب و سوغات سرای صداقت.